سلام به دوستای گلم، به چنل طلسم کاریشنا خوش اومدید. امروز میخوام بهتون یه طلسمی آموزش بدم که واقعا کارسازه و خودم انجامش دادم و به نتیجه مطلوبی رسیدم. شک نکنید که این طلسم اگه واقعا باور داشته باشید بهش، اگه واقعا باور قلبی بهش داشته باشین 100% کارسازه. مثل این جدولی که کشیدم رسم میکنید و این حروف رو داخلش می نویسید طبق همین دال لام ای. این حروف حالا چون برعکسه بعدا بهتون توضیح میدم چرا اینو برعکس نوشتیم. دقیقا مثل همین رسم میکنید با نیت کامل. بعد زیرش می نویسید سوختم دل و جان و 7 اندام و شور و شوق فلان زایده فلان به محبت و عشق فلان زایده فلان. خب بعد اینکه اینو نوشتید و اینو رسم کردید، فلان میشه اسم طرف مقابل که دوست دارید برگرده. مثلا به طور مثال فاطمه. زایده فلان میشه اسم مادر. اسم مادر باید حتما داشته باشید، اگه نداشتید می‌نویسین حوا. ولی خب اسم مادر به طور مثال زهره. به محبت و عشق اسم خودتون زایده مادرتون، یعنی نام مادرتون هم اینجا می‌نویسید. خب یه چیزی هم باید بهتون آموزش بدم که این طلسم رو وقتی رسم می‌کنید باید مطمئن باشید که ساعت مشتری باشه. حالا میگید ساعت مشتری چیه و این چیزا، بعضیا نمیدونن، ولی ساعتی که سعد اکبره همیشه ساعت مشتریه. یعنی طلسما یا دعاهایی که انجام میدید تو اون ساعت 100% کارسازه. حالا برای به دست آوردن ساعت مشتری وارد سایت bilal.ir میشید. این روش ساده ای که کسایی که اهل فن نیستن میتونن بهش مراجعه کنن و اونجا لیستش میاد و ساعت مشتری رو در 24 ساعت روز آنلاین میتونید پیدا کنید. بعد اینکه ساعت مشتری رو پیدا کردید و در اون ساعت این طلسم رو رسم کردید، به 7 دانه فلفل سیاه نیاز دارید. 7 دانه فلفل سیاه رو روی طلسم میگذارید. بعد با نیت این طلسم رو تا میکنید. مهمم نیست چجوری تا میکنید، فقط فلفل از داخلش نیفته. بعد در همون ساعت مشتری این طلسم رو باید درون آتش بیاندازید یا گازی، حالا فرق نمیکنه، فقط آتیش باشه تا این خاکستر بشه و فلفل داخلش بترکه. با نیت این کار رو انجام بدید و طولی نمیکشه که عشقتون برمیگرده یا شما بهش پیام بدید اون کینه و کدورت فراموش میشه. کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای بعدی جا نمونید. با تشکر.